برای فهمیدن چگونگی پیدایش هر نژاد باید از نقطه آغازین همه چیز شروع کنیم. اسطوره‌شناسی تاکین با ارو ایلوواتار آغاز می شود. خدای یگانه و برتر که پیش از هر چیز دیگری وجود داشت. آفرینش جهان کاری ساده نبود. بنابراین ایلوواتار موجودات نیمه الهی به نام آینور را آفرید. فرشتگان قدرتمندی که نقش یاوران او را بر عهده می گرفتند. ایلوواتار با آنان آموخت که بخوانند و این موسیقی آفرینش بود که جهانی به نام آردا را پدید آورد. جهانی که سرزمین میانه بخشی از آن است. آینور به دو رده تقسیم می شوند: والار و مایار. والار مرتبه‌ای بالاتر دارند و هر کدام نماینده یک جنبه جهانند. مانوه فرمانروای آسمان، اولمو فرمانروای دریا، آوله استاد صنعت و خلقت و دیگران. مایار فرشتگان رده پایین ترند که به والار کمک کرده و برای هدایت ساکنان آردا به آن وارد شدند. نخستین نژاد مهم که باید از آن یاد کرد جادوگران یا ایستاری هستند. گرچه همچون پیرمردانی سالخورده ظاهر می شوند، اما در حقیقت مایار قدرتمندی هستند که در دوران سوم توسط والار فرستاده شدند تا مردمان آزاد سرزمین میانه را در برابر تاریکی یاری کنند. آنها با اینکه دانا و نیرومند بودند، عمداً در قالب جسمانی محدود قرار گرفتند تا به جای سلطه‌گری الهام بخش باشند. 5 جادوگر شناخته شدند. گندالف در اصل اولورین نام داشت، فرزانه ترین ایستاری، فروتن و شکیبا، دوستدار الفا، انسانها و هابیتها. سارومان سفید نخستین رهبر ایستاری، خردمند اما در نهایت فاسد و منحرف. راداگاست قهوه‌ای وابسته به طبیعت و بیشتر عمر را در میان جنگل و جانوران گذراند. آلاتار و پالاندو جادوگران آبی که به شرق دور رفتند و فرقه‌های خود را بنیان گذاشتند. از میان این 5 تن تنها گندالف بود که رسالت خود را تا پایان حفظ کرد. اما ایلوواتار 2 نژاد را مستقیما خود آفرید: الف‌ها و انسان‌ها. الف‌ها نخستین فرزندان ایلوواتارند. آنان در کنار آب‌های کویوینن زیر نور ستارگان در دوران درختان بیدار شدند. بسیار پیش از ظهور انسان‌ها، الف‌ها زیباترین و محبوبترین نزد والار بودند، زیرا در ذات خود بسیار خدایگون بودند. به امید آنکه از شر و خطرات سرزمین میانه در امان بمانند، والار آنان را دعوت کردند به والینور، سرزمینی آسمانی و جاودانه که به سرزمین‌های نامیرای غرب معروف است. بعضی الف‌ها دعوت را پذیرفتند و الداری یا الف‌های والا مقام شدند. برخی دیگر ماندند و آواری نام گرفتند. الف‌ها موجوداتی بس زیبا، خردمند و باوقارند. آنان نامیرااند، تا پایان جهان با آن پیوند دارند. هرچند می توانند در نبرد کشته شوند یا از اندوه جان دهند، اما دچار بیماری یا پیری نمی شوند. الف‌ها با طبیعت پیوندی عمیق دارند و از حسی تیزبین، دانشی گسترده و مهارتی عالی در هنر، موسیقی و صنعت برخوردارند. در جنگ نیز کم نظیرند، تیراندازانی بی‌بدیل و شمشیربازانی چابک. اما محبوب ترین آفریده ایلوواتار انسان‌های ناقصند. انسان‌ها فانی‌اند و عمر کوتاهی نسبت به الف‌ها دارند. این مرگ پذیری که هدیه انسان‌ها نامیده می‌شود، هم نعمت است و هم نفرین. همین محدودیت زمانی آنان را به تلاش، بلند پروازی و ساختن تمدن‌ها واداشته است. انسان‌ها برخلاف الف‌ها به سرنوشت بسته نیستند و اختیار واقعی در تصمیم گیری دارند. پس از مرگ نیز از جهان میانه خارج می‌شوند و تنها ایلوواتار می‌داند که به کجا می‌روند. در میان انسان‌ها نامدارترین‌ها نومنوری‌ها هستند. نومنور قدرتمندترین پادشاهی انسان‌ها بود، اما غرور و اشتیاق به نامیرایی آن را به سقوط کشاند. بازماندگان آن 2 پادشاهی آرنور و گاندور را بنا کردند. گروه‌های برجسته دیگر شامل روهیرن، سوارکاران بی همتا و انسان‌های شرق و جنوبند که اغلب زیر نفوذ ساورون می‌افتادند. هابیت‌ها یا نیمه‌قط‌ها نژادی آرام و صلح‌جو در شایرند.
تاکین درباره منشأ دقیق آنان کمتر واضح بود، اما نشانه ها میگویند که آنها از شاخه‌ای از نخستین انسان ها تکامل یافتند. هابیت های استور که بلندتر بودند و ریش داشتند به این نکته اشاره دارند. دوارف ها نژادی کاملا متفاوتند و اشتباه گرفتنشان با هابیت ها فقط به دلیل کوتاهی قد است. پیش از آن که الفا در سرزمین میانه بیدار شوند، آولف والای صنعت از شوق یاری رساندن به فرزندان آینده ایلوواتار خود دست به آفرینش زد. او دوارف ها را ساخت، اما چون آتش پنهان را نداشت نمیتوانست حقیقت زندگی را به آنان ببخشد. این کار در اصل ممنوع بود، اما ایلوواتار با دیدن نیت پاک آوله روح واقعی در آنان دمید و دوارف ها را فرزندان پذیرفته خود نامید. دوارف ها در معادن، فلزکاری و سنگ تراشی استادند و در سرزمین هایی چون اربور و موریا شکوفا شدند. انتها به درخواست یاوانا والای رویش و گیاهان آفریده شدند تا نگهبانان درختان باشند. آنان از ابتدا دارای شعور بودند، اما پس از گفتگو با الف ها زبان آموختند. انتها از کهن‌ترین موجودات آردا هستند، نیرومند و شبیه درختانی که از آنها حفاظت می‌کنند. روزگاری همسرانی به نام انت وایف داشتند، اما دیر زمانی است که ناپدید شدند. عقاب‌ها نیز آفریده مانده‌اند، فرستادگان او و دیدبانان جهان. عقاب‌های بزرگ خردمند، تیزبین و یاری رسان نیکی‌اند و اما تاریکی. ایلوواتار منبع هیچ آفریده پلید نیست. یکی از والار قدرتمند به نام ملکور با غرور و میل سلطه‌جویی فاسد گردید. او ناهماهنگی را وارد موسیقی آفرینش کرد و نخستین ارباب تاریکی شد. بسیاری از شرورهای سرزمین میانه دست فرورده او هستند: اورک‌ها، اژدهایان، بالروک‌ها و دیگر موجودات اهریمنی. چون قدرت خلق واقعی نداشت، موجودات ایلوواتار را اسیر و تحریف می‌کرد. الف‌ها به اورک‌ها، انسان‌ها به نزگل‌ها، انت‌ها به ترول‌ها، مایار به بالروک‌ها. اورک‌ها الف‌هایی بودند که به دست مورگوث شکنجه و به موجوداتی زشت پیکر و نفرت زده بدل شدند. جنگاورانی وحشی اما ترسو که جز با فرمانروایی قدرتمند انسجام نمی‌یابند. اروک‌های ارتقا یافته یعنی اروک‌های سارمان حاصل ترکیب اروک‌ها و گابلین مردها بودند، نیرومندتر، سریعتر و مقاوم در برابر آفتاب. نزگل‌ها 9 پادشاه انسان بودند که حلقه‌های قدرت آنان را به ارواحی ناپیدا و برده یک حلقه بدل کرد. ترول‌ها موجوداتی عظیم الجثه و کم‌هوشند، تحریف یافته انتها، با پوست سخت، سنگ مانند. اژدهایان نیز از حیوانات دیگر پرورده شدند، نه آفریده. آنان غول پیکر، هوشمند، حیله‌گر و آکنده از حرصند. برخی آتش‌زا و برخی سرمایی هستند. اژدهایان نماد طمع و ویرانگری‌اند. وارگ‌ها گرگ‌های بزرگ، شرور و هوشمندند، همپیمان اورک‌ها، زاده از گرگ‌های طبیعی اما فاسد شده. اما هولناکترین موجودات تاریکی بالروک‌هااند، مایار سقوط کرده، شیاطینی از سایه و آتش، غول پیکر و پیچیده در شعله. آنان تازیانه‌های آتشین و شمشیرهای شعله‌ور به کار میبرند. بنابراین در رویارویی گندالف و بالروک در یاران حلقه 2 فرشته مایار با یکدیگر روبرو شدند و در پایان باید از سارون گفت. او نیز در اصل یک مایار بود، خدمتگزار آوله، شیفته نظم و صنعت، اما زیر نفوذ مورگوث سقوط کرد و به شر مجسم تبدیل شد. در دوران اول دست راست مورگوث بود و پس از سقوط ارباب تاریکی خود به جای او برخاست و سرزمین میانه را به بندگی واداشتن هدف نهاییش شد. سارون نماد فساد مطلق و خطر قدرت بی حد است. ممنون که تا آخر همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستتون که عاشق سرزمین میانه است به اشتراک بذارید.